سیبیل جان و خانواده من با من نزدیکتره. یه روز یه نفر به من گفت آیه معلم سیبیلت بزن. گفتم اوه سیبیل خانواده تو رو میزنم، سیبیل خودم رو نمیزنم. آی صدیق منو نگاه کن، من معلم دهه 70 اما من با کسی شوخی پوخی ندارم. میخوام زبان ما شروع بکنم. زبان انگلیسی اسمش انگلیسیه، اصلا به ربطی به انگلیس نداره. بجل تو شما میخوای بری خارج، بری اونجا خارشی بشی. باید زبان خارشی بلد باشی. قبل از اینکه وارد زبان بشی محلی حاجی دست جلوی صورته، دست بردار. موقع من دارم اینجا باید بیان تمرین بکنید، بیان شما باید قوی باشه. آقای میمنت جانم 5 بار میگی چیپس چسب سس. چیز چسب سس، چیز چسب سس، چیز چسب سس، چیز چسب سس، چیز چسب سس. دست بزنی به افتخارش. بسه بسه.